وضعیت این مرد که اسمش را به خاطر امنیتش احمد مینامیم حالا خوب نیست. پیلوت هواپیمایی که هنوز 2 سال پیش ضد طالبان می جنگید، حالا در کوچه های استانبول با امید قبول عریضه پناهندگیش در امریکا سرسان است. هر لحظه خطر اخراج شدن به افغانستان تهدید می کند. I know a couple people that has been deported and من چند کس را میشناسم که اخراج شدند و در بینشان نظامیان سابق هم بودند. طالبان هرچند میگویند نظامیان حکومت پیشینه را بخشیدند ولی چنین نیست. ما میشنویم که چنین افراد را جستجو میکنند، آنها کشته و ربوده میشوند. مقامات مهاجرت ترکیه میگویند که امسال بیش از 50,000 افغانستانی را با هواپیماها به وطنشان اخراج کردند و 250,000 نفرشان از سرحد ایران برگردانیده شدند. هیومن رایتس واچ در گزارشی نوشته میگوید که ترکیه بدون سنجش و مجبوری افغانها را اخراج میکند. What we are seeing is that these people are generally rounded up in cities. ما شاهد آن هستیم که در شهرها هنگام عملیات گسترده پلیس مردم بازداشت شده به مرکزهای ویژه برده می شوند و آنجا مجبور سند بازگشت اختیاری را امضا می کنند. گزارش با نام هیچ کسی از من نپرسید که چرا افغانستان را ترک کردم بیانگر همین واقعیت است که با آنها هیچ امکانی برای پناهجویی عریضه دادن فراهم نشد. ترکیه این اتهام ها را رد می کند و می گوید که از روی معیارهای بین المللی کار می کند. در این کشور حالا 4 میلیون پناهجو اساساً از سوریه به سر می برند. مقامات می ترسند که ناراحتی اهالی از افزایش مهاجران می تواند در انتخابات سال آینده تأثیر رساند. پناهجویان نوی که تازه از افغانستان به ترکیه می آیند نظر به مهاجران سوریگی بیشتر می شوند. از این رو حکومت ترکیه از موج نوی پناهجویان افغان هراس دارد. در آستانه انتخابات احتمالاً بازداشت پناهجویان افغان بیشتر می شود. مقامات اینچنین گفتند که اجازتنامه اقامت در استانبول نو کردن نمی شود. مهلت سند احمد هم همین ماه به آخر می رسد. ولی مصاحبه آخرین او برای گرفتن حق پناهندگی در امریکا چند هفته بعد است و او بسیار امیدوار است که نهایت به نزد عائله و 4 فرزندش می رسد. وقت کم است ولی من امید دارم که به امریکا می روم چون که عائله‌ام آنجاست. همیشه وقتی در کوچه می گردم می ترسم که پلیس سند طلب می کند ولی من آن را ندارم. از دیپورتاسیون می ترسم که به افغانستان اخراج می شوم. هفته های نزدیک سرنوشت احمد معلوم می شود. یا به افغانستان برده و با خطر مرگ روبرو می شود یا در جای دیگر حیات نو را با عائله‌اش شروع خواهد کرد.